تا قبل از اینکه خودم درستش بکنم عمرن باورم نمیشد که با دل مرغ بشه همچین کوبیده‌ای درست کرد. تمیز کردنش راحت بود. با کارد باز کردم و خون داخلش رو خارج کردم. سینه مرغ و دنبه تیکه های کوچیک میشن. نمک و فلفل سیاه و فلفل قرمز میزنم. آمادش میکنم برای چرخ اول. پیاز رو با دنده درشت رنده میکنم. آبش رو با دست میگیرم بهش اضافه میکنم تا آماده بشه برای چرخ دوم. اینجا باید یه ورز بخوره 2 ساعت بره تو یخچال تا خودشو بگیره. بعد مثل کباب کوبیده اول مثل یه دوک روی سیخ میبریم پهنش میکنیم و گل میزنیم. بعد میبریمش رو منقل. آتیش کوبیده باید تند باشه و زود زود برش گردونید که نریزه تو منقل. فقط رنگشو ببین، آبدار، نرم. یه ذره کره زعفرونم بهش میزنم. با اینکه به نظرم از کباب کوبیده با گوشتم بهتر شد، ولی یه لقمه میزنم به سلامتی تمام کبابیای حلال خوری که گوشت داخل کبابشون میزنن.